بحث داغ این روزا، لاتاری 2026. انقدر حرف زیاده اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی من خیلی از سوالات شما رو نوشتم به خاطر که گوشیم اونجاست و نمیتونستم که هی مسیجایی که دادید و تو اونجا چک کنم تو گوشیم و جواب بدم. برای همین خیلیشو نوشتم. توی این ویدیو میخوام درباره سوالای شما و تصوراتی که خیلی از لاتاری حالا چه درست چه غلط دارن و دربارش حرف بزنیم و اگر خودتون میخواید ثبت نام خودتون رو انجام بدید چند تا نکته باید بهتون بگم که خیلی حواستون باید بهش باشه، نکته های مهمیه و آخر ویدیو هم میخوام بهتون بگم که چجوری خودتون میتونید عکس لاتاری رو تو خونه بگیرید. خیلی هم ساده است و آسونه، فقط چند تا نکته داره که حالا بهتون میگم حواستون بهش باشه و خودتون عکس بگیرید برای ثبت نام، به همین سادگی. اوکی بچه ها، قبل از اینکه در رابطه با خیلی از سوالای شما حرف بزنیم یه سری چیزا رو من باید بهتون بگم. اولا اینکه من وکیل مهاجرتی نیستم که بخوام مثلا پیگیر کارتون بشم و از این جور چیزا، ولی فقط اینو میتونم بهتون بگم که اطلاعاتی که باهاتون شیر میکنم و از درست بودنش مطمئنم. دیگه انقدر توی این سالها برای کسی لاتاری ثبت نام کردم و حالا پیگیر مثلا سرچ کردن یه سری اطلاعات شدم برای کیسای لاتاری، چون حالا مثلا دوستا نزدیکا برنده شده بودن، به خاطر تمکن مالی و خیلی چیزا مجبور بودم مثلا بهشون کمک کنم و حالا یه سری اطلاعات به دست بیارم. و دیگه اینکه دوستایی دارم که از طریق لاتاری اومدن تجربه هاشون رو با هم شیر میکردن، خیلی ها رو دیدم که برنده شدن ولی هیچ وقت ویزا نشدن که حالا تو ویدیو بهتون میگم چرا، دلیلش چی بود. خلاصه این تجربه ها رو طی زمان به دست آوردم، وگرنه وکیل نیستم من. یکی اینو میخواستم بهتون بگم. دوم اینکه همیشه توی پیجم سوالای در مثلا نزدیک لاتاری که میشه سوالای لاتاری خیلی زیاده و تقریبا 70-80% سوالها اصلا کلا سوالای اشتباهی، یعنی اینو نشون میده که مردم کلا از لاتاری تصور خیلی اشتباهی دارن. برای همین شاید حالا کسایی که اینجا هستن شاید بدونن اینو. مثلا ما ایرانی‌های زیادی رو میبینیم که از شرایط زندگی اینجا راضی نیستن، دائم مثلا در حال ناله کردنن یا از کلا از آمریکا متنفر میشن، به خاطر اینکه تصوری که قبل از مهاجرت داریم و وقتی که میایم کاملا با یه چیز متفاوت روبرو میشیم و این واقعا شرایط مهاجرت رو خیلی سخت‌تر از چیزی که هست میکنه. حالا تو غربت و دلتنگی و از صفر شروع کردن و همه چی از زیر صفر حتی شروع کردن رو داری. حالا فکر کن از جای جدیدی هم که اومدی از محیطش هم راضی نیستی و زبانم زیر صفر، همه چی بعد از بدتر میشه، یعنی 10 برابر سخت‌تر میشه همه چی. برای همین خیلی مهمه که تصورمون از کاری که داریم انجام میدیم به این بزرگی مثل مهاجرت واقعا درست باشه، با چشم باز این کار رو انجام بدیم و شاید خیلی طول بکشه تا یه ذره تو به محیط عادت کنی. حالا در هر صورت من وسط ویدیو باید کافیمو بخورم چون الان صبح و من به خاطر زمانبندی کارام توی طول روز من این ویدیو رو الان باید میگرفتم و اصلا من صبح تا کافی نخورم کلا نمیتونم حرف بزنم. یه سری داشتم اینو میگفتم، یه سری بدیا داره، یه سری خوبیا ثبت نام که خودتون انجام بدید. خوبیش اینه که من همیشه اینو تو پیجم خیلی گفتم، هر سال موقع لاتاری من اینو میگم که فقط پلیز جاهایی که میرید واسه ثبت نام لاتاری خیلی مطمئن باشید که آدمی که براتون داره ثبت نام میکنه آدم حالا میشه گفت دلسوز، چون واقعا باید وقت بذاره و اینکه مورد اعتماده. من این برای خودم نزدیکترین کسام چند سال پیش اتفاق افتاد که اصلا ثبت نام نشده بودن و یک شماره الکی، اینا همه از بی اطلاعاتی مردم واقعا. و مثلا وقتی که ثبت نام تمام یک شماره بهت میده که حالا اونو باید با همون شماره پیگیر بشی توی اردیبهشت ماه که آیا برنده شدی یا نه. و یه سری شماره جعلی داده بودن دست مردم. این اتفاق تو مشهد افتاده بود و اصلا ثبت نامی انجام نداده بودن، چون میدونید دیگه هزینه میگیرن بابت ثبت نام، هزینه ها رو گرفته بود و ثبت نام نکرده بود و این به خاطر بی اطلاعاتی مردم خیلی راحت این کار رو انجام میدن. از اون به بعد من خیلی ترسیدم و هر سال موقع لاتاری که شد اطلاع رسانی کردم که تو رو خدا حواستون جمع باشه.
به این مدل ثبت نام، اگه بیرون همینجوری دارید رد میشید یه جا زده ثبت نام لاتاری میرید، مطمئن بشید که واقعا ثبت نامتون رو همونجوری که باید داره انجام میده. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که اگر پسوند، پیشوند، فامیل و حالا اسم و مشخصاتتون خیلی باید دقیق باشه. خب وقتی که خودت ثبت نام میکنی این خوبی رو داره که خودت واسه خودت خیلی وقت میذاری، حالا شاید خیلی طول بکشه ولی میشینی دونه به دونه همه رو چک میکنی، با پاسپورتت مثلا مچ بشه. بعضیا فامیلیای خیلی طولانی دارن، پسوند پیشوند داره، حالا در هر صورت. و یه چیز دیگه کلا بهتون بگم، این تجربه خودمه، به نظرم اگر اهل مهاجرتی و خیلی بهش فکر میکنی و اینا، یک این که لاتاری به نظر من بهترین راه، امن‌ترین و سیفترین و آسونترین میتونم بگم واقعا راهه. و اینکه اینجوری مثلا نباشه که یک بار ثبت نام کردی 1 سال نشده و دیگه اصلا کلا بهش عقیده نداشته باشی که نه بابا فلان، شانست خیلی زیاده. من خیلی دوست زیاد دارم که از طریق لاتاری اومدن. و اینکه کلا قانونی ترین راهه و خیلی چیز بزرگیه که انگار هم ویزا میگیری و گرین کارت، خیلی خوبه. و کلا چیز بعدی که میخواستم بهتون بگم در رابطه با ثبت نامه، این که اگر میخوای واقعا قصد واقعی مهاجرت داری به آمریکا و میخوای لاتاری ثبت نام کنی، به نظر من اگر نمیتونی، یعنی به خودت نمیبینی که خودت ثبت نامشو انجام بدی، عیبی نداره. خب خیلی ها بودن که نمیتونستن، الان مهاجرت هم کردن، موفق شدن. ولی من این نظر شخصی منه، به نظرم اگر واقعا همچین چیزی رو نتونستی، یک ذره در رابطه با مهاجرت بیشتر فکر کن، به خاطر اینکه آمریکا خیلی کشور پیچیده و پر از ورق بازیه. یعنی همه چی اینجا با همینجوری فرم پر کردن و نامه و ورق بازی میگذره زندگی. اگر خیلی برات فکر میکنی کار دشوار و انجام نشدنیه ثبت نام لاتاری که خودت انجام بدی، به این فکر کن که از این ثبت نام‌ها، از این ورق بازی‌ها، از این فرم پر کردن‌ها هر روز داری توی آمریکا و اینجا همه چی این مدلیه. برای همین یک ذره این که خودت بتونی برای خودت ثبت نام کنی خوبه. اگر خواستید که ثبت نام خودتون انجام بدید، موقع خب توی فرمو که پر می‌کنی آدرس خونه رو باید وارد کنی. من الان یه آدرسی مثلا توی ذهنم نیست که بخوام براتون مثال بزنم، البته کاش اینو مینوشتم. حالا در هر صورت فرم باید یه ذره تغییرش بدی. و دیگه این که کلا اینو بهت بگم که ما توی ایران که میخوایم آدرس بدیم خیلی مثلا وارد جزئیات میشیم، مثلا نمیدونم 4 راه اول دست راست، بعد نمیدونم آدرس های ایران یادم نیست، نمیدونم نه دوم بنبست سوم، این چیزاشو توی فرم نمیخواد بنویسید. آدرس رو خیلی کوتاه کنید و چیزایی که باید بنویسید و فقط بنویسید. این جزئیات ریزی که توی ما استفاده میکنیم که به هم دیگه تو ایران آدرس بدیم و اصلا نیازی نیست توی فرم اینجوری بنویسید. فقط چند تا نکته. برای شماره آپارتمان APT می نویسی، مثلا بعضی واحداش شماره داره یا پلاک داره. برای واحد مثلا 3 یونیت استفاده میکنی، کلمه یونیتو، و برای مثلا حالا طبقه دوم کلمه فلور رو استفاده میکنی. فرم جای آدرس لاین 1 و لاین 2 نوشته، خب اونجا آدرس تو می نویسی خیلی خلاصه، و طبقه چندم و واحد چند و حالا پلاک چند یا شماره آپارتمانت هم اینجوری که گفتم تغییر میدی، شماره شو مثلا APT یا فلور 2 واحد 4 یونیت 4 و حالا شماره آپارتمانت هم APT می نویسی. اینجوری تغییر بده آدرس تو. تغییر که نه، منظورم اینه که به انگلیسی، حالا نه اینکه ترجمه، ولی خب بعضی کلمه ها رو باید انگلیسی بنویسی. و اون پایین فرمم موقع جای آدرسش هم که کد پستی رو ازتون میخواد. بیشترین سوالی که موقع لاتاری مردم میپرسن توی ایران، مطمئنم نه تنها از من، از خیلی ها شاید این سوال رو مردم بپرسن و تصورشون یه چیز دیگه است، اینه که آیا بعد از قبول شدن توی لاتاری که بیایم آمریکا بعدش چی کار کنیم؟ خب حالا اومدیم و رسیدیم آمریکا، بعدش آیا دولت به ما مثلا کمکی میده، کمک میکنه کار پیدا کنیم، هزینه مثلا آپارتمان و بعد بعضی یه سری تصوراتی دارن که اصلا
حالا میگم متاسفانه آدمای اینجوری خیلی پیدا میشن که شایعه درست میکنن. اصلا بعض وقتا من یه چیزایی میشنوم که شاخ در میارم، ولی آدم با کدوم عقل واقعا همچین چیزی رو میتونه باور کنه؟ مثلا یکی بود میگفتش که وقتی که اومدن، حالا نه تنها براشون خونه گرفتن و هزینه اجاره اینا چند ماهشون رو میدادن، ما رو بردن حتی که خودمون مثلا مبلمان و اینا انتخاب کنیم و برامون خریدن. حالا یه سری اینجوری میگن، ولی خب تو واقعا چجوری باور میکنی همچین چیزایی رو؟ جوابش اینه که بعد از برنده شدن لاتاری دولت هیچ کمکی به تو نمیده، چه از نظر هزینه خورد و خوراک، چه هزینه اجاره آپارتمان، ماشین، حتی کمکت کنه کار پیدا کنی، هیچی. و خودت میای یک روز معمولی توی آمریکا میرسی و از همون اول استارت زندگی تو میزنی. خیلی خوبه که موقعی که برنده شدین و اومدین ایشالله با خودتون تا جایی که میتونید پول داشته باشید، یعنی پول بیارید، چون واقعا شاید ماها طول بکشه تا کار پیدا کنی. همین الان من کسی میشناسم که خیلی گذشته، یعنی چندین ماهه و هنوز کار پیدا نکرده و خب خیلی هم هستن تو 1 ماه 2 ماه کار پیدا میکنن. ولی حتما مثلا با خودتون پول بیارید. ولی اینکه دولت بخواد بهتون کمک کنه، هیچ کمکی نمیکنه. ویزای لاتاری فقط اینه که تو توی قرعه کشی برنده میشی و ویزای آمریکا یا حالا گرین کارت رو میگیری که همین خودش اتفاق خیلی بزرگیه. اینو اول ویدیو هم خودم گفتم که خیلیا شاید برنده بشن ولی ویزا نشن. برای همین من همیشه میگم که تا اینکه مثلا اردیبهشت ماه نتایج لاتاری اعلام میشه و تا اینکه مثلا نتیجه لاتاری مشخص شد و تو دیدی که برنده شدی، نرو دیگه زندگی رو بفروش که دیگه مثلا گودبای پارتی و ما داریم میریم و خداحافظ. اصلا همچین کاری رو نکن، چون واقعا یه جورایی، حالا یکم تلخ اما واقعی، باید بدونیم که روی لاتاری یه ذره‌ای چیز هست، یعنی باید بگیر و نگیر حساب کنی. با اینکه خیلی کم پیش میاد، خیلی هم نمیشه گفت واقعا، ولی خیلی ها ویزا میشن، درصد اینکه ویزا میشی خیلی بالاست. خب ولی باید اینو در نظر بگیری که امکان هم داره که نشه. و این دیدم که میگم، یعنی تو فامیل ها بودن سمساری آوردن و وسایل خونه رو همون اردیبهشت که اعلام شد که مثلا چیزه دیگه ما داریم میریم. و اینجوری نیست که مثلا تو ماه دیگه باید بیای آمریکا. این یک پروسه بعد از برنده شدن، یه پروسه داره که بعد از کرونا که خیلی اصلا همه چی قاطی شد و خیلی این پروسه طولانی تر شد، ولی خب در حالت عادی و خوبم که باشیم بازم یه پروسه، حالا خیلی بستگی داره، کیس با کیس فرق میکنه، ولی هستی. حالا بعدش باید بری مصاحبه، بعد مصاحبه دوباره وقت داری و حالا تا ویزا بشی و بعد 6 ماه وقت داری وارد آمریکا بشی و خلاصه اینجوری نیست که مثلا 20 روز بعدش قراره بری آمریکا. میگم دیدم که میگم همین، هیچ وقت این کارو نکنید. وقتی که دیدید برنده شدین صداشو در نیارید و واقعا منتظر بمونید تا اینکه کاراتون پیش بره. زمانی که واقعا ویزا رو تو دستت گرفتی دیگه برو دنبال کارت. که حالا خیلی هم این کارو میکنن که به نظر من خودم شخصا فکر میکنم درستش همونه. ویزا رو میگیرن، بلیط رو میگیرن، میان وارد آمریکا میشن. مثلا حالا بازم کیس با کیس فرق میکنه. یکی دیدم 2 ماه، یک ماه، حالا هر چقدر. یکی دیدم 2 هفته طول کشیده تا گرین کارتشو میفرستن حالا به آدرس پستید. و اینکه گرین کارتو که میگیرن برمیگردن ایران و حالا توی یک پروسه 4-5 ماهه کاراشون رو راستوریس میکنن. اگر خونه‌ای دارن، وکالتی میخوان بدن، جمع کنن، بفروشن، حالا هر کاری که میخوان بکنن. حالا چرا بعضیا برنده میشن و ویزا نمیشن؟ این به خیلی چیزا بچه ها بستگی داره. اینو حالا بگم وسط ویدیو، ربطی هم نداره، چون هم فکر کنم من با لاتاری اومدم. من با لاتاری نیومدم، با کیس ازدواجی اومدم. و اینو میخواستم بهتون بگم، یه فکت خیلی هم جالبه. اون زمان 2008 من رفتم برای سفارت و خیلی همه چی متفاوت بود با الان. کلا سیستم فرق میکرد
من 2 بار رفتم سفارت، خب مامان بابا هر کدوم 2 بار رفتن، توی خانواده کسایی که بودن چند بار سفارت رفتن و حالا هرچی. اینو خیلی فهمیدم، با بقیه هم که حرف میزنم این کاملا مشخصه، با کسایی که توی این کار حالا توی راه مهاجرت، وکیلای مهاجرت کار میکنن حرف زدم، اینو خیلی فهمیدم که ویزا، حالا این تلخه ولی خب واقعیه، که به آفیسرت خیلی بستگی داره. اینو جدی میگم، آفیسرت اون روز حالش چجوری باشه و کی باشه و چجوری باشه، رو چه مودی باشه، خیلی به ویزای تو بستگی داره. مثلا امروز چند تا ویزا داشتن، چند تا ریجکتی داشتن، آیا باهات حال میکنه یا اصلا کلا امروز با تو حال نمیکنه، نمیخواد ویزا بده. اینجوری هست واقعا، این واقعیته. ولی حالا لاتاری کلا فرق داره. این جواب این که چرا بعضیا برنده میشن و ویزا نمیشن به خیلی چیزا بستگی داره. یه ذره به آفیسر هم بستگی داره، ولی کلا شغل‌های حساس، نخه اینجا رو مخمه، شغل‌های حساس، خدمت سربازی و مهمترینش کیس نامبرهای خیلی بالا. مثلا برنده میشی یا خب، ولی کیس نامبرت خیلی بالاه و این شانس ویزا شدن تو وقت مصاحبه بهت بدن و خیلی عقب میندازه و اصلا شاید هیچ وقت برای مصاحبه نری و ویزا نشی، متاسفانه. خلاصه به این چیزا بستگی داره که مهمترینش همون کیس نامبریه که گفتم. سوال بعدی اینه که با دیپلم هنرستان میشه؟ چون باید برای ثبت نام لاتاری میدونید که باید حداقل دیپلم باشه مدرکت. من موقعی که اومدم آمریکا، چون منم هنرستان رفته بودم و موقع ثبت نام کالج خیلی به مشکل خوردم، چون فکر میکردن که مثلا دیپلم ندارم چون که 11 سال خوندم و 12 سال نخوندم. یادم ترجمه که دادم انجام بده، یک نامه ایرم از یه جایی گرفتم که تایید کنه که مثلا توی ایران هنرستان ها 11 ساله است ولی دیپلم میگیری. به این معنی نیست که توی یه سال کم خوندی یا حالا اینجوریا. برای ثبت نام لاتاری اینکه یه ذره بعض وقتا گیر میدن که بین 11 سال و 12 سال، بازم این به آفیسرت بستگی داره که ویزا بشی یا نه. اینش هست، ولی خب احتمال خیلی زیاد اوکی باشه، چون الان دیگه واقعا اینو فهمیدن. سوال بعدی این بود که بدون دیپلم میتونن ثبت نام کنید برای لاتاری؟ آره میشه، فقط باید 2 سال تجربه کاری داشته باشی. توی 5 سال گذشته 2 سال سابقه کاری باید ارائه بدی. سری سوالایی بود که همیشه پرسیدید و خب توی پیجم درباره این چیزا خیلی صحبت میکنیم. اگر سوالای جدیدی دارید و اینا همیشه میتونید بپرسید، من تا جایی که بتونم کمکتون میکنم. برای عکس لاتاری بچه‌ها، عکس لاتاری خیلی آسونه. خب توی خونه خودت بگیری. حالا من شخصا میگم حالا نیازی هم نیست، حالا برو بگیر بیرون چون دیگه خیالت راحته، ولی اگه خواستید بگیرید خیلی ساده است. برات نمونه میذارم اینجا، نمونه میذارم که ببینی. فقط تو باید دیوار سفید پشت سرت باشه. حالا من اینو نشون میدم اینجوری نه ها، دیوار خالی ساده سفید پشت سرت باشه و عکسو با موبایلت میتونی بگیری. جلوتر وانستا، به خاطر اینکه پشت روی دیوار سایه میفته و نباید سایه باشه، قبول نمیکنه. برای همین باید کامل بچسبی به دیوار که سایه نیفته پشتت. کاملا موهاتو پشتت بذار، پشت گوشت بده و مثلا یه ذره سرت به هیچ جهتی کج نباشه یا مثلا اینجوری نباشه، کامل سرت صاف، رو به دوربین و اینکه همین گوشات دیده بشه، موهات اصلا توی صورتت نباشه، گوشات کامل دیده بشه، گردی صورتت کامل باشه و اصلا به مثلا اینجوری سرخ و نیمرخ و اینجوری ها اصلا حتی یه ذره، کامل باید روبرو مستقیم باشی. چونت دقیقا رو به دوربین، یعنی مستقیم رو به دوربین و همین دیگه. پشت سرت هم روی دیوار سفید سایه نباشه. نمونه هاشو میذارم براتون ببینید و اینکه بهتونم میگم که توی خود وبسایت لاتاری، فقط یه دونه وبسایت بچه‌ها، موقع ثبت نام حواستون باشه، باز فشار من بالا نره، حواستون به این نکته ها باشه، چون بعضی وبسایت هایی میگن که اصلا تو اونا لاتاری فقط توی یک دونه وبسایته که آفیشیالی ثبت نام انجام میشه.
ثبت نام که انجام دادی تو وبسایت اصلیش اون پایین برای عکس جا داره که قشنگ میتونی عکستو آپلود کنی، قشنگ میتونی کراپ کنی همون سایزی که باید باشه برای ثبت نام و دانلودش کنی ازش استفاده کنی. همین دیگه بچه‌ها. امیدوارم که خیلی چیزایی که میخواستم بهتون بگم و یادم نرفته باشه و بهتون گفته باشم، ولی یه چیزیه که حرف زدن درباره‌اش هیچ وقت تمام نمیشه و کلی هنوز چیز دیگه است که باید بدونیم. ولی بعد از اینکه ثبت نام کردی و برنده شدی، حالا تمکن مالی و مدارکی که لازم داری و چیکار باید بکنی و موقع مصاحبه و هزار تا چیز دیگه رو نزدیک‌تر که بشین بهتون میگم. مرسی که تا آخر این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که جواب خیلی از سوالاتتون رو گرفته باشید. منم براتون ثبت نام اگر بخواید انجام میدم، پارسال برای خیلی انجام دادیم. خلاصه اینکه توی پیج اینستاگرام هم همدیگر رو دوباره میبینیم و دربارش بیشتر حرف میزنیم. هر سوال جدیدی که دارید کامنت بذارید توی پیج، دوباره دربارش بیشتر حرف میزنیم و اگر موقع ثبت نام خودتون خواستید انجام بدید، سوالی داشتید حتما بپرسید. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدی. بای.